یک مهاجر توجیکی 4 سال پیش از طرف افراد ناشناس در روسیه لاتوکوب شده گرده‌هایش سخت آسیب دیدند. شب 11 و 12 دکبر درگذشت. سیاد شیرعلیев زاده ناحیه واسع 25 سال داشت و روزهای اخیر در مرکز ترانسپلانتولوژیا یا پیوندسازی گرده در شهر دوشنبه طبابت می‌گرفت. عبدالله شیرعلیев پدر سیاد میگوید آخرین داراییشان منزل ساختمانی خود را به گرو گذاشته از بانک قرض گرفت تا فرزندش را معالجه نماید، اما به جای نرسید. خیلی شدید بعد میومد. در مرکز علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در شهر دوشنبه که سیاد آنجا بستری بود، وضع او را وزنین ارزیابی کرده بودند. سیاد تنها با گیمودیالیز زندگی داشت که نقش گرده را موقتی اجرا میکرد. او نیاز به پیوند گرده صحت داشت که عمل آن 48,000 سومانی را تشکیل میداد. با گفته نزدیکان تابستان سال جاری سیاد را دوباره به روسیه برای طبابت بردند و یک گرده خواهرش را به او داده بودند که در پی انجام ناموفق جراحی گرده نو نیز کار نکرده است. در روسیه بنا به حسابها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور صدها شهروند تاجیکستان به علتهای مختلف از عالم چشم میپوشند یا با آسیب و مریضی های گوناگون به وطن برمیگردند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.